بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به قسمت دوم از داستان صحابی بزرگوار عبدالله بن عباس رضی الله عنهما. اگه بیاد باشه در جلسه قبل گفتیم که عبدالله بن عباس به جای حضرت علی رفت با خوارج گفتگو بکنه. اینها طبق 3 دلیل خودشون میگفتن که علی رضی الله عنه از دین خارج شده و ما به خاطر همین میخوایم باش بجنگیم. و گفتیم اولین گروهی که خیلی نقل میکنن قرآنیون هستن و به سنت توجه نمیکنن در واقع همین خوارج هستن که فقط میخوان به ظاهر و به عقل و فکر و قلب خودشون مراجعه بکنند و این آیات رو بفهمن. اون هم دیگه بدون فهم صحیح متاسفانه. عبدالله بن عباس هم رفت، اونا 3 دلیل آوردن. یکی این گفتن که علی اومده انسانها رو در حکم خدا قرار داده برای قضاوت، علی اومده در این مسئله در جنگ ام المؤمنین عایشه و امیر معاویه از اینها غنیمت نگرفته، اسیر نگرفته. علی اومده در بحث اینی که مسلمانان بهش رأی دادن، بالاخره امیر مسلمانان بوده، امیرالمؤمنین در اون صلحنامه بحث امیرالمؤمنین خودش رو حذف کرده و این خیانت کرده و طبق این جریان ما دیگه با علی می‌خوایم بجنگیم، علی کافر شده. عبدالله بن عباس گفت خب باشه، منم طبق آیات قرآن بهتون پاسخ میدم اگه موافقید. گفتن باشه. گفت خب حالا بریم ببینیم چی میگید. اگه فهمیدید اشتباه کردید برمیگردید. برخی گفتن بله، بالاخره ما برمیگردیم. گفت اما اینی که شما میگید که علی اومده مردانی رو در حکم خدا گذاشته برای قضاوت، خب خداوند سبحانه و تعالی میگه در آیه 95 از سوره مائده میگه یا ای الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم. بحث اینه که کسانی که در حج هستن احرام پوشیدن میگه که شما شکار رو نکشید و اگر کسی این کار رو کرد اینجا بعد بالاخره به کیفر بده و این دنباله آیه قرآن میگه فجزاؤه مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم. جز پاداشش اینه که 2 تا از عادلان حال بین شما بیان در مورد اینها حکم بکنن. بعد میگه که آیا عبدالله بن عباس میگه شما رو قسم میدم به خدا، شما رو به خدا قسم میدم، آیا حکم کردن در خون مسلمانان، دقت بکنید، توسط مردان کمتر از این جریانی که خداوند اینجا در مورد داره یک خرگوشی چیزی که صید میشه میگه برین 2 نفر حکم بکنید؟ خب این قطعا مهمتره و برای اینکه صلح و دوستی برقرار بشه، برای اینکه مشکلی پیش نیاد این بیشتر میشه و خب خیلی اینها دیگه تحمل کردن و خب طبیعیه که این صلح و دوستی و این رأی مردان یا به قول معروف انسان‌ها در برابر این جریان برای اینکه خون مسلمانان ریخته نشه و به اینها صلح بشه پسندیده تر هست. خب گفتش که خب میگید از این بیایم بیرون. کدام باشه، اولی رو قبول کردیم، بریم دوباره دنبال دومی. خب گفت شما میگید که علی چرا غنیمت نگرفت، چرا اسیر نگرفت؟ گفت خب من از شما سوال میکنم، کدوم یکی از شما حاضرید ام المؤمنین عایشه رو به اسیری بگیرید؟ کدوم یکی از شما حاضرید؟ کدوم یکی از شما حاضرید این کسانی که اسیر شدن خونشون رو مباح بدونید؟ چرا که اگر شما این کار رو بکنید کافر شدید. اگر بگید ما ام المؤمنین مادر ما نیست، خب شما با آیه قرآن کافر شدین که خداوند میگه النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم، همسران پیامبر مادرانشونن. بگید مادر ما نیست کافر شدید. و اگر بالاخره بخواد شما این کار انجام بدید که بخواد به اسارت بگیرید و فلان و بازم شدنی نیست. گفتن خب درسته، اینا هر تا قبول داریم. خب بریم تو مورد سوم. گفت مورد سوم شما میگید علی اومده اسم لقب امیرالمؤمنین از جلوی اسم خودش برداشته. میگه آیا علی امیرالمؤمنینی که مسلمانان انتخاب کردن اهمیتش بیشتره یا اینکه محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان رسول خدا صلی الله علیه و سلم انتخاب شده از جانب خداوند، برگزیده شده و پیامبر خداست، مهمتره یا علی؟ خب معلومه پیامبر مهمتره. گفت خدا، خب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که اونجا پای صلح اومده بود در این مرحله با اونها صلح بکنه، اونا اومدن خب صلحنامه رو بنویسن در اون جریان صلح حدیبیه. اونجا اومد خب گفت محمد رسول الله، گفتن نه خب تو قبول داشتیم که رسول خدا هستی، با تو نمی جنگیدیم، بعد این رسول الله رو پاک کنی. خب اونجا پاک کرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. آیا این به قول معروف کفر صورت گرفته؟ دیدن نه اینجوریه. واقعا خیلی حرف عبدالله بن عباس عاقلانه است، نکته قابل تأمل بود. حالا میگم اون آدما هنوز عاقل‌تر از خیلی از لجبازان امروز بودن. نقل شده در تاریخ. حالا برخی میگن اینا 10,000 بودن 6,000 توبه کردن، برخی میگن اینها 20,000 خورده‌ای بودن 20,000 توبه کردن. در هر صورت نقل شده که بعد از این گفتگوی به قول معروف حکیمانه و عاقلانه حدود 20,000 نفر توبه کردن و به صفوف امت اسلامی یا به حضرت علی ملحق شدن. 4,000 نفر وایسادن که دیگه نتیجه اون جنگ به قول معروف شد با خوارج
که رخ داد و جنگ نهروان. این نشون میده که عبدالله بن عباس از چه ذکاوت و چه درایتی برخوردار بوده. نگاه کنید تنها به این ختم نمیشه. عبدالله بن عباس حتی در جهاد اسلامی هم یک مجاهد هست، در فتح افریقا، در فتح طبرستان، در فتحی که اینها به طرف حتی از طبرستان به سمت گرگان هستند، در همه اینها حضور داره. نه تنها ایشون، حتی در فتح طبرستان همراه حضرت حسن، حضرت حسین، عبادله اربعه همراهشون هستند. معروف است که وقتی به فتح گرگان رسیدن آنقدر جنگ ها سنگین بود که اینها حتی براشون نماز خوف خوندن، به خاطر بس این جنگ ها درش وحشت و اینها ایجاد شده بود. بالاخره بحث جنگ هست، این نکته‌ای که در تاریخ باید بهش نگاه کرد. برخی میان یه طرفه به تاریخ نگاه میکنن، حالا ما در جاش توضیح خواهیم داد. شرایط تاریخ انسانی این گونه بوده، مثل که الان هم وقتی گاهی جنگ رخ میده همین اتفاق میفته. در جنگ دیگه به قول معروف اونجا نیستش که تو بخوای صبر بکنی تا دشمن بیاد تو رو نابود بکنه، ولی در هر صورت نشون میده که این اتفاقها افتاد. این نکته خیلی مهم هست. حتی وقتی حضرت عثمان مثلا عبدالله بن عباس برای حج رفت، ایشون رو امیر حج قرار داده. فضایل زیادی در مورد عبدالله بن عباس نقل شده که با حالا ما در جای خودش خواهیم گفت، به این مسئله اشاره خواهیم کرد. ایشون در هر صورت جزو علمای صحابه است، جزو شخصیت هایی که باید خیلی بهش اهمیت داد. خود ایشون نقل میکنه که میگه که من اگرچه خیلی کم سن و سال بودم و دیر بالاخره خب نسبت به دیگران به اسلام رو آورده بودم، خب سنش کم بوده، ولی میگه که همیشه سعی میکردم کنار پیامبر باشم و نگاه میکردم یکی از روزهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و وقت خواب قیلوله هست، یعنی خوابی که موقع ظهر نیم ساعت انجام میدادن که این رو خیلی ها سنت میدونن، میگه خودم اینجا می نشستم و وا میستادم تا به قول معروف مثلا پیامبر کی میاد کی میره. این حالاتی بوده. داستانی هم هست که اینجا نقل میکنه براتون جالبه، نشون تواضع ایشون در برابر حدیث و علم. چون ایشون میره از صحابه علم میپرسید، حدیث میپرسید. خب کم سن و سال بوده، چندین سال گذشته بود، میرفت از اینها سوال میکرد، میفهمید فلان صحابه فلان حدیث داره، فلان روایت داره، میره. میگه که من شنیدم یکی از اصحاب روایتی از پیامبر خدا صلی الله علیه و داره، رفتم در خونه‌اش دیدم که سر ظهر هست، گفتم ممکنه این خواب باشه، همونجا ردای خودم رو پهن کردم و نشستم و تا اینکه بالاخره حتی این باد و خاک می اومد دیگه، سرزمین عربستان هست، خاک به سر کله من می نشست تا اینکه برم. در صورت من میتونستم در بزنم، اون اجازه ورود به من میداد، بالاخره پسرعموی پیامبر بود و مسلمان ها خیلی قدر همدیگر رو میدونستن. اما وایسادم تا خودش بیاد، میگه در باز کردید من اینجا نشستم و خاک آلوده شدم، گاهی پسرعموی رسول خدا چی شده اینجوری؟ گفتم اومدم که از تو سوال بکنم. خب میگفتی خودت میگفتی من خودم میومدم دیدن تو، این حرفا چیه؟ نکته ای که وجود داره، ایشون گفت نه، برای علم باید خودت حرکت کنی بری، نه اینکه علم بیاد پیش تو. خودت باید حرکت کنی به سمت علم بری و این علم رو به دست بیاری. این نکته خیلی مهمیه. اگه امروز کسی به دنبال علم و دانش هست نمیتونه تو خونش بنشینه، البته هرچند که سیستم‌های اینترنتی امروز این کمک رو میکنه، میتونه ارتباط بگیره با علما، دانشمندان، با منابعی که علم رو به دست بیاره، ولی باید به دنبال علم رفت. علم نمیشه برات لقمه به جوان تو دهنت بذارند و به قول معروف که تو آدم خیلی بزرگی هستی. نمی حتی ابن عباس میگه این داستانی هست که میگه علم باید تو به سمتش بری، نه اینکه علم به سمت تو بیاد. و اون حدیث رو سوال کرد. این نکته‌ای بود که بالاخره ما نشون میده که باید چقدر به این نکات اهمیت بدیم. مازاد بر همه اینها زید ابن ثابت جزو کاتبین وحی پیامبر هست و در رأس اهل مدینه حساب میشه، در واقع به عنوان قرآن در قضا و در فقه و در قرائت و در بحث فرائض و امثال همه اینها. ببینیم مثلا عبدالله بن عباس میره پیشش، همراهش میشه، برخوردی که بین اینها وجود داره. از اون طرف این حاضر نیست که به قول معروف زید از اون مثلا مرکبش بیاد پایین، از اون ور زید نمیتونه این شرایط این رو بپذیره و این مثلا مرکب زید رو داره. در هر صورت میگه پسر عموی پیامبر بذار من با حال خودم باشم، بالاخره من نمیتونم این کار رو انجام بدم تو به من اینقدر احترام بذاری. میگه نه، احترام شما اهل بیت درست، شما چون احترام میذاشتن به اهل بیت، واقعا این جز محبت به اهل بیت تو ذات همه مسلمانان از زمان صحابه تا آخر امت پیامبر هست. ولی میگه درسته اینجوریه، اما بحث علما هم جدا هست، ما باید قدر علما رو بدونیم و با علمای خودمون ما این گونه برخورد میکنیم، علمای ربانی و نگاهی که وجود داره. عبدالله بن عباس در واقع جزو کسانی هست که در قله علم و دانش و زهد و تقوا و حتی جهاد قرار میگیره، تا جایی که
یکی از بزرگان صحابه میگه من وقتی عبدالله بن عباس رو میدیدم واقعا زیباترین مردم بود، وقتی صحبت میکرد فصیح ترین مردم بود، وقتی که ایشون گفتار میشد میدیدیم از همه انسان ها آگاهتر و داناتر هست. موارد زیادی در مورد ایشون نقل میشه، ذکر میشه که حتی خانه ایشون دانشگاهی برای مسلمانان بود. موارد زیاد زخم ما خیلی محدود هست که میگه دیگه آخر به گونه‌ای شده بود که خونه ایشون رو در هر روزی در یک بحث تخصص قرار داد. یعنی میشه گویا جز اولین دانشگاه‌های اسلامی خانه عبدالله بن عباس هست. می اومدن گروه در این خونه ها در خونش و سوال میکردن دیگه، چون جمعیت و سوالات متفاوت بود میگفتن یه روز فقه، یه روز تفسیر، یه روز مثلا قرائت، یه روز مثلا در مباحث فرائض و مثلا ارث و میراث و همه این گونه موارد. این به ترتیب دیگه هر کسی میدونست فلان روز بعد بیاد خونه ابن عباس و ازش سوال بکنه. طوری بود که این مسیر خونش دیگه همیشه شلوغ بود که گروه می اومدن و ایشون جواب میداد. و نکته خیلی قابل اهمیته که ببینید دین چگونه دانش رو شکل میده و چگونه دانشوران در دین میتونن به مردم کمک بکنن. مسئله ای که وجود داره، عبدالله ابن عباس این گونه عمل کرد و صحابه و مردم هم این گونه بهش توجه میکردن و این نکته خیلی مهمی است. و عمر رضی الله عنه در دوران خلافتش همیشه در حلقه مشورتی و سوالاتی که پیش می اومد و جلسه نظراتی که داشت ایشون رو می آورد در بین بزرگان صحابه و افرادی که سنشون زیاد بود مینشون و بعد اصلا بیشتر بهش توجه میکرد. حتی برخی براشون سوال پیش اومد، خب این پسر رو تو جوان رو میاری اینجا مینشونی که چی کنار ما مینشونی؟ خب فرض کنید در اون موقع احتمالاً در زمان عمر ایشون 15 16 سال شاید بیشتر نبوده تا بعد حالا مثلا نهایتا در تمام دوران 25 6 سال میشه. بعد میگه که شما نمیدونید که این چه جوانیه که دارای درست جوانه اما مثل پیرمردان هست و زبانی پرسشگر داره و قلبی آگاه داره. و همه این موارد نشون میده که ایشون چگونه بود و چگونه میاندیشید. خیلی مهم هست. ایشون مثلا از صحبت‌هایی هست که مردم رو نصیحت میکنه عبدالله ابن عباس و خیلی مهم هست. ایشون مثلا به مردم میگه، ساکی از صحبت‌هاش مثلا میگه کسانی که گناهکار هستید احساس نکنید که این گناه شما رو بهتون امنیت میده، بترسید، چرا که بعد از هر گناهی ممکنه اتفاقی برای انسان بیفته. سعی کنید توبه کنید و فرصتی نرسه به گناه دیگه برسید. و همیشه ایشون به این موارد دین اخلاق مردم توجه میکرد و میگم اینجوری نباشه که اگر گناهی انجام دادید به خاطر گناه خودتون بخندید، خوشحال باشید که دچار معصیت باشید، چرا که این خنده شما، بی‌تفاوتی شما نسبت به این گناه برای شما خیلی سنگین‌تر هست. مواظب باشید. و من با همینجوری ایشون اشاره میکنه، میگه اگر شما اندوهگین باشید به خاطر گناهی که دارید بدونید که این براتون بهتر هست تا اینکه و خوشحال باشید. یک نکته من میگم براتون بدونید، یعنی وقتی آدم گناه میکنه اگر اندوهگین بود و توبه کرد خب این براش بهتره، ولی برخی گناه میکنن جسور هم هستن، خوشحال هم هستن و میخندن و پیش دیگران هم مطرح میکنن. این گناه یک بار معصیت و نافرمانی داره، اما اون خنده و اون جسارت و این مطرح کردن چندین برابر گناهش بیشتر و خطرناکتره. خیلی ایشون جالب میگه نگاه کنید مثلا شما میترسید که باد بیاد و مثلا لباستون زده بشه کنار و مثلا بدنتون برهنه دیده بشه، اما شما با همه این وجود دارید گناه میکنید و قلبتون هم تکون نمیخوره، متوجه نیستید که چه بسا که این گناه شما آشکار بشه. و خیلی عجیب یک مطلبی ایشون نقل میکنه، میگه یه انسان گناهکار، تو میدونی که ایوب علیه السلام به چه چیزی مؤاخذه شد؟ علتی مؤاخذه شد ایشون چی بود؟ اون بود که ایشون کسی مسکینی ازش کمک میخواست و ایشون به اون مسکین در اون لحظه توجه نکرد و به خاطر این همه آزمایش‌ها رو پشت سر گذاشت. در هر صورت عبدالله بن عباس بسیار شرایط عجیبی داره و ما در همین یک دو جلسه نمیتونیم بگیم. هدفمون جوانان یک قسمتی با افکار ایشون و صحبت‌های ایشون آشنا بشن. من گفتم که ایشون شرایط خیلی خاصی داشت در نمازهای شب، در قیامها، در جهاد. مثلا در جریان جهاد وقتی که سپاهی برای آفریقا آماده میشه ایشون در تلیه فاتحان افریقا هست و در همه موارد دیگری که وجود داره. در هر صورت من با توجه به این شرایط الان دیگه بیشتر به ما وقت اجازه نمیده، سعی میکنیم که دیگه مطلب رو تموم بکنیم. اما خود شما دوستان عزیزی برید داستان عبدالله بن عباس رو بخونید تا از فضایل این صحابی بزرگوار بیشتر آگاه بشید. تا روز دیگه و درس دیگه در پناه خدا باشید. خدایا رو نگهدارتون.